کجا میری؟ اومدم فقط همینو بگم و برم. الو چرا امروز نیومدی؟ امروز سر کار نرفتم، گفتم میای حتما. همش پشت اون پنجره وایساده بودم. خوشم نمیاد. از من؟ نه از خودم. چرا؟ اکرم فرستاد که واسهش رضایت بگیرن، نه اینکه بهش نامردی کنن. چه نامردی؟ ها؟ تو شوهر داریم، درست نیست. من اهلش نیستم. تو شبا کجا میخوابی؟ هر جا بشه، تو پارک، ترمینال. نرو، بمون، کارت دارم. نمیخوام به خدا زیادم. خب بابا ناز نکن. چیه؟ هیچی. یه نخور داره. نه. چرا؟ از زنایی که سیگار میکشن بدم میاد. ولی من خوشم میاد. خوبیه. مگه تو بدی؟ من یه بچه دارم، 3-4 سال از تو بزرگترم. به درد تو نمیخورم. چطور تا چند وقت پیش به دردم میخوردی؟ من کی گفتم به درد تو میخورم؟ فکر نکنی 1-2 روزه یه خورده تحویلت گرفتم عاشقت بودم. چون دیدم واسه اکبر داری خودتو به آب و آتیش میزنی، بهت محبت میکردم. دروغ میگی. داری دروغ میگی. تو واسه خاطر داشت میخوای منو مجبور کنی برم اون دختره رو بگیرم. نرو، دلت نمیخواد نرو. تو برای چی باید به خاطر اکبر فدا بشی؟ من فقط میگم به امید من نشین. وایسا کارت دارم. دیرمه.